سلام درود دوستان عزیز به این شکل میبینید کاسه است. قرار شد ما این کاسه رو بذاریم اینجا. همونطور که میبینید اینجا تراس، این برش هم روی اینو دو طرفه تراس. شما یه اندازه هم که به اینجا میزنیم، چند تا نقطه درباره این بگم اینجا چین طرف ما گلیاس 21.5 دو طرف از این گوشه این گوشه یک اندازه باشه. این برش تراز میکنه، این برش تراز میکنن. این حتما این لوله اینجا که میبینید حتما تو باشه، این قاشق لوله داخل باشه. موقعی که سرامیک میکنه مکمل میکنه اینم تراز باید باشه. خب اینو داخلش هم بهتون میگم دوستان عزیز، اونجا میدیم به داخل اون لوله قرار میدیم، دورش هم مکمل میکنه، آب چیزی میاد بیرون. بعد از اون داخل اینجا رو ماسه کنه، حتما هیچ موقع با بوتون پر نکنه. یه وقتی ترک میخوره کاسه به خاطر همینه که داخلش ملات باشه. حتما تراس کردن همه اندازه اومده باشه دیگه. داخلش پر ماسه کنن، 4 طرف شه. این 4 گوشه که داریم اینجا اونجا، این 4 گوشه رو ملات بگیرن، یعنی اندازه اینجا و اینجا ملات میزنه. بعد داخل پر ماسه. بعد از مرگ کپسازی رو میکنه میای سرامیک پخش میکنه میای، یعنی که سرامیک میاد اینجا، این دورش فقط ملات با سرامیک کار میکنه دیگه، دورش ملات میشه، سرامیک میاد. به خاطر همین منظور من اینه که داخلش ملات نرسن بوتون پر نکنه، فقط 4 گوشش ملات. بعد از اون از یه گوشه شروع میکنه میای کفش پر میکنه. دوستان عزیز به این شکل میبینین فقط 4 گوششه اینجوری ملات میزنه بره زیرش پر بشه. یکم ملات بیشتر بریزیم. این گوشه رو ببینید، این گوشه رو ملات باید به این شکل بدید تو. این 4 گوشه ما حداقل با ملات پر بشه، با ملات مهار بشه. اینجا هم همینطور، اینجا هم ما لوله رو قشنگ دادیم داخل. گفتیم یکم ملات رفتیم که حداقل این تکون نخوره، بخاطر اینجا رفتیم. این 4 گوشه رو با ملات پر میکنیم میریم داخل. زیراش این برام همشه با چی پر میکنیم با ماسه. فقط این 4 گوشه با ملات پر میشه. اینجا زدیم 4 طرفه تراس کردیم، مکان کردیم گذاشتیم. حالا ان شاء الله بعدش کفش پر میکنیم و کفش پخش میکنیم میایم.